دولت غوریان. دولت غوریان یکی از دولت‌های تاجیکی کوهستان غور به حساب می رود. این دولت در نیمه عصر 12 و اول عصر 13 در کوهستان غربی افغانستان کنونی ارضی هستی کرده است. اساسگزار این دولت از خاندان شینسبانی یا شنسبانی گفته می شود. در اول دولت آنها تنها در کوهستان غور بود. پس آن تمام خراسان، شمال هندوستان و جنوب ماوراءالنهر را فرا می گیرد. اساسگزار این خاندان شینسب ابن خورنک به حساب می رود. از همین حساب خاندان این تاریخی این نام را یعنی شینسبانیان را گرفته است. مناسبت‌های فئودالی در این کشور ترقی کردن نبود. حتی مناسبت‌های غلامداری هم در این کشور کوهستانی دیده می‌شد. نظام این دولت نظام دموکراتی حربی به حساب می‌رفت. اقلیم این دولت برای چارواداری و کشاورزی خیلی مساعد بود، گرچند که دولت غوریان قفامانده هم بود، اما سلاح‌های جنگی پیشرفته‌ای داشت. در اول پایتخت این کشور فیروزکوه بود، پس آن غزنه می شود. سالهای 1156 1206 دوره اوج ترقیات دولت غوریان در تاریخ حسابیده می شود. در همین دوره حدود دولت غوریان وسیع می شود. آن منطقه های سیستان، هند، سیند، افغانستان، خراسان، جنوب تاجیکستان و جنوب ازبکستان را در بر می گیرد. نخستین سلطان غور سیف الدین سوری بود. در بین برادران نزاع می شود و غزنویان از این فرصت استفاده برده ملک قطب الدین را به غزنه دعوت می کنند. سال 1147 او را زهر داده می کشند. سیف الدین سوری از این کار آنها به غضب آمده به غزنه لشکر می کشد. بهرام شاه غزنوی تاب نآورده به هندوستان پناه می برد. زمستان همان سال بهرام شاه غزنوی با سربازان بیشمار آمده غزنه را تصرف می کند و سلطان غوری را با عذاب و شکنجه به قتل می رساند. در حال سلطان غور شهاب الدین به غزنه لشکر کشیده بهرام شاه را یا خود غزنویان را شکست می دهد. این غلبه او در سال 1150 بود. او فرمان می دهد شهر غزنه را به آتش کشند. از این حساب به او لقب جهانسوز دادند. شهاب الدین غوری سال 1186 لاهور را تصرف کرده دولت غزنویان را از بین می برد و این شهر را پایتخت غوریان اعلان می کند. در زمان حکمرانی سلطان غیاث الدین و سلطان معیز الدین دولت غوریان خیلی پیشرفته می شود و وسیع می گردد. سلطان غیاث الدین سال 1203 و معیز الدین سال 1206 وفات کردند. بعد از مرگ آنها برادران بین هم جنگیدند. از این فرصت استفاده برده دشمنان هم به حدودهای آنها حمله می آورد. با همین دولت تاجیکی غوری از بین رفت.